سلام درود بچه ها، امیدوارم ایدهتون خوب باشه. من دارکینگ هم. امروز اومدیم با یه آموزش دیگه از استیم که پارت 5شه و این آموزش مختص به آوردن FPS روی بازی. شاید بگید FPS روی بازی چجوری؟ تا الان هیچ FPSی روی هیچ بازی نمیزد که. خب این قابلیت رو باید از استیم قسمت تنظیماتش درست کرد و اینو من به شما نشون میدم در طول ویدیو. پس بدون معطلی لایک و سابسکرایبتون نره، کامنت هم بذارید که اگه ویدیو پیشنهادی داشتید بگید و زنگوله بغل کانالم بزنید که از ویدیو جا نمونید. پس بزنید برید. خب شما وارد استیمتون میشید. وارد استیم که شدید یه بازی رو ران میکنید، اجرا میکنید. بعد که اجرا کردید، حالا من اجرا کردم جلو که منتظر نمونید. خب وارد بازی که میشید کافیه فقط شیفت و تب رو بزنید. شیفت و تب اینجا هم نوشته و شیفت و تب رو که زدید قسمت تنظیمات یا همون ستینگش. بعد که ستینگ رو زدید این قسمت میاد براتون. کافیه این گزینه این گیم FPS رو روشن کنید. تو قسمت این گیم هم هست و گزینه بالای این گیم FPS که کدوم قسمت باشه اینم باید روشن باشه. آف باشه کار نمیکنه، روشن باید باشه. و اینکه بالا چپ، بالا راست، پایین راست و پایین چپ بخواید کدوم سمت FPS رو نشون بده. مثلا اکثر گیمرها و پلیرها میذارن بالا راست و واقعا بالا راست خیلی بهتره. توصیه میکنم بالا راست بشه و اینکه اینو میذارید روشن میکنید این صفحه رو ببندید و دیگه FPS رو این بغل نشون میده. دیگه برای آشنایی میتونید داخل تمام گیما دیگه نیاز نیست دونه دونه گیما رو برید ببینید همین کار رو انجام بدید، چون وقتی توی یه گیمی انجام بدید دیگه به کل این FPS روشن میشه و توی تمام بازی ها نشون میده. پس امیدوارم از این آموزش کوتاه لذت برده باشید. دمتون گرم با همراه بودید. لایک و سابسکرایبتون نره، کامنت هم بذارید و زنگوله بغل کانال روشن کنید که از ویدیو ما جا نمونید. پس فعلا بدرود.